پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون از احتمال سر زدن نزاع بعد اعلان از سرگیری برنامه‌های غنیسازی اوران از جانب ایران هشدار داد. در یک نشست خبری مشترکش با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو شام 5 ایون در پاریژ، ماکرون از همه جانب‌ها دعوت کرد که وضع را معتدل نگاه دارند و نگذارند که ماجرا توسعه یافته باعث سر زدن نزاع شود. وی گفت تصمیم ایران برای توسعه زیربنای هسته‌ایش سازش هسته‌ای سال 2015 را نقض نمی‌کند. این سازشنامه که زیرش امریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، چین و خود ایران امضا کرده بودند، ایران را از تحریم‌های اقتصادی رها کرده بر عوض ختم فعالیت‌های هسته‌ای را تقاضا می‌کند. هفته روان ایران آژانس نیروی هسته‌ای سازمان ملل متحد را آگاه کرد که در صورت پاشخوری سازش سال 2015 این کشور به غنیسازی دوباره اورانیوم شروع می‌کند. از برخی حرف‌های بعضی از دولت‌های اروپایی اینجور برمیاد که اینها توقع دارن ملت ایران هم تحریم‌ها رو تحمل کنه، با تحریم‌ها دست و پنجه نرم کنه و هم از فعالیت هسته‌ای خود که نیاز قطعی آینده کشور است دست بکشه و همین محدودیت‌هایی رو که بر او تحمیل کرده‌اند این محدودیت‌ها رو ادامه بده. من به این دولت‌ها میگم بدانند که این خواب آشفته تعبیر نخواهد شد. سروزیر اسرائیل میگوید که اظهارات اخیر ایران او را به تعجب نآورد. ما اجازت نمی‌دهیم که ایران سلاح هسته‌ای به دست آورد. در ملاقات پاریژ پرزیدنت فرانسه گفت که با وجود وعده‌های پایبند بودن به این سازش از جانب اروپا، اعلان اخیر ایران نشان می‌دهد که خطر بیکار شدن سازشنامه بیشتر می‌شود. ماکرون گفت این حالت بیانگر آن است که وقت طرف این سازش را به طور یکجانبه ترک می‌کند، جانب دیگر برای ادای احترام به این سند دیگر دلگرم نمی‌شود. اشاره امانوئل ماکرون به تصمیم پرزیدنت دونالد ترامپ بود که ماه اپریل گفت امریکا از سازش هسته‌ای بیرون می‌شود.